شخص عیب زنش را در یک عالم نقل کرد. این عالم گفت اول تو بگو لباسهای تو را کی پاک میکند؟ این شخص گفت زنم. باز پرسید برای تو کی طعام تیار میکند؟ این شخص گفت زنم. باز پرسید وقتی که تو از خانه خارج میشوی خانه و جایداد تو را کی نگاهبین میکند؟ این شخص گفت زنم. این عالم پرسید پدر و مادر خود را گذاشته همراه حیات تو کی شده است؟ این شخص گفت زنم. باز این عالم پرسید وقتی که تو در خانه ات بیمار میشوی کی تو را بیمارداری میکند؟ این شخص گفت زنم. پس این عالم پرسید آیا زنت برای این همه کار مبلغی از تو پرسیده است؟ این شخص گفت نه نپرسیده است. این عالم گفت یک عیب زنت را دیدی اما این همه خوبی ها را ندیدی؟ این شخص خجالت شد و خاموش از جایش برخاست و رفت. وقتی که زنها یک خطایی میکنند ما به آنها 10 سخن بد میگوییم اما هیچ وقت در کارهای خوبشان آنها را تعریف نمیکنیم. حالا اینکه دین اسلام معامله خوب با زنها را ترغیب و درس میدهد. پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودند که از شما بهترین شخص همان است که برای زنهایشان بهترین باشند. الله مهربان برای ما توفیق دهد که با گفته های پیغمبر صلی الله علیه و سلم پس از شنیدن عمل کنیم. آمین. برادران عزیز این نوار را نشر کنید زیرا اینکه سخنان خوب را برای دیگران رسانیدن صدقه جاریه است. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.